در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این رو یک ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان‌های بین المللی را ندارد. و دوم این است که وقتی که خود پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان با یک بحران عمیق گرفتار شده است و سیستمی و دائمی جاری است و وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اشتراک میکند حتما به سوالهای نمایندگان کشورها، به سوالهای جامعه مدنی، به سوالهای مخالفین پاسخ گوید، چون در اونجا سوالهای خیلی وزین میشد، از جمله در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد. در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت‌های ترانسمیلی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است و مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ میداد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، هر سازمانی که یا هر کشوری که آماده این چیز هست من فکر میکنم که در گفتگو همیشه باشد و این یک نظر نیک است و همین در گفتگو، همین میدان یا همین نشستی که در ورشو برگزار شد، این یکی از نمود و شکل یا فرمولای بود که حکومت جمهوری تاجیکستان میتوانست آن را استفاده برد و با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی تاجیک در اینجا گفتگو کند و با یک حسن نیک خود را نشان دهد که همیشه با گفتگو آماده هستند. و من یک پیشنهاد، یعنی که پیشنهاد نظر من این است که حالا حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی یا جامعه مدنی خود در گفتگو باشند، چون اگر یک چند سال دیگر بگذارد، باور کنید حکومت جمهوری تاجیکستان در آن وقت دیر خواهد کرد. شاید که دیگر مخالفان، دیگر فعالان جامعه شهروندی با حکومت جمهوری تاجیکستان درهای خود را میبندند و گفتگو را آغاز نخواهند کرد و یک عمل دیگر یا یک شکل مبارزه خود را دیگر خواهند کرد. مشاهده سازمان‌های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افراطگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام علی چی دلیر امام علی با همین افراطگرایی، با بهانه افراطگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افراطگرایی و تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند. و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا بیگان تحقیق، بیگان تحلیل دادگاه‌های ما که واقعا دادگاه‌های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشانداد آن است که واقعا سرکوبگری سیستمی با بهانه افراطگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده ایستاده است. جناب سفرов همیشه درباره مخالفان صحبت کردند. در این نشست کنفرانس چینک انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان‌های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان است، آنها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، امنیستی اینترنشنال و دیگر سازمان‌ها، ده ها سازمان‌های دیگر هست که اگر جناب سفرov به حرفای ما باور نمیکنند، اون سازمان‌ها حرفای دروغ نمیگویند و خود همین نشستی که همین سال برگزار شد، باور کنید
نیمی همین نشست ها نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمالشوی حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست آنها از این حرف میزنند و نباید ما این حرفا رو بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرفای دروغ میگن. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجه هست و همیشه درهاش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد این هوس را پیدا کرد میتواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یگان بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود میتوانند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلام کرد برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و آن در تمام شبکه‌های اجتماعی در سایت ها و همچنین در بعضی نوارها هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه‌های خلاصی از بحران سیاسی اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان‌های بین‌الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را به ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری است و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک می‌کردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت می‌کردیم اینها این چیز را دلیل می‌آوردند و می‌گفتند که تاجیکستان چهلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی دارد و همچنین نااحترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند نااحترامی دارند و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و خیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب فکرهای بکر پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش را بگوید.